ماها بی سرنوشتی خبرنگاران در زندان طالبان. مادر عبدالحنان محمدی میگوید که نگران سرنوشت فرزندش است. موج بازداشت‌های مهاجرین افغان در پاکستان. پلیس کراچی از بازداشت 26 مهاجر افغان خبر داد. گزارش سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر توسط طالبان. ذبیح‌الله مجاهد گزارش ریچارد بنت را مغرضانه و دور از واقعیت خواند. پیام تکراری جهان به طالبان. ایران بر ایجاد حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرد. و ارمنستان میگوید که دست کم 49 سربازش در درگیری‌ها در امتداد مرز با آذربایجان کشته شدند. سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 10 با من زهره کریمی از آموژ نیوز خوش آمدید. خانواده عبدالحنان محمدی خبرنگار محلی در کاپیسا میگوید با گذشت 3 ماه از بازداشت فرزندشان هیچ اطلاعی از محل اختفا و وضعیت صحی او ندارند. عبدالحنان محمدی خبرنگار سابق پژواک و معاون انجمن ژورنالیستان آزاد ولایت کاپیسا روز یکشنبه 22 جوزا توسط طالبان به گونه خودسرانه بازداشت شد. محمدی دانشکده خبرنگاری را در دانشگاه هرات در غرب افغانستان خوانده بود و سالها به عنوان خبرنگار در رسانه‌های محلی ولایت کاپیسا کار کرده است. من گفتم برم پیشان کرایه کنم مگم کرایه مرا قبول بکنن، نماندند ما را پیش. من میخواهش دارم که بخیر بچم بیرون بچم آزاد بسازن بخیر. با گذشت 3 ماه طالبان هیچ توضیحی در مورد دلیل بازداشت و وضعیت صحی عبدالحنان محمدی در زندان نداده اند. خانواده این خبرنگار میگویند خبرهایی در مورد شکنجه هر شبه محمدی به گوش آنها رسیده، اما آنها هرگز نتوانستند فرزند خود را از نزدیک ببینند یا حتی با او تلفنی حرف بزنند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که پلیس کراچی 26 مهاجر افغان را در این شهر بازداشت کرده است. پلیس گفته که این افراد سند اقامت در پاکستان را نداشته و به طور غیر قانونی زندگی می‌کردند. پاکستان در روزهای اخیر محل سکونت افغان‌ها را در این کشور به طور جدی تحت بررسی گرفته است. یک سخنگوی پلیس گفت که این افراد در عملیات از سوی منطقه سهرابگود در میدان آل آصف کراچی بازداشت شده‌اند. به گفته پلیس افراد بازداشت شده اعتراف کردند که به طور غیر قانونی وارد پاکستان شدند. در ماه اگست نیز پلیس کراچی 3 مهاجر افغان را بازداشت کرد. منابع معتبر گزارش دادند که پلیس پاکستان پس از تنش میان هواداران تیم‌های کرکت افغانستان و پاکستان در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا سختگیری‌ها بر افغان‌های مقیم پاکستان را شدت داده است. گفته می‌شود پلیس پاکستان محل زندگی افغان‌ها را بررسی و آنان را بایومتریک می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با نشر اعلامیه به گزارش ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان واکنش نشان داد. آقای مجاهد میگوید ریچارد بنت گزارش مغرضانه و بدور از واقعیت‌ها تهیه کرده و پیشرفت‌های طالبان در 1 سال گذشته را نادیده گرفته است. سخنگوی طالبان در بیانیه‌اش نوشته امروز کدام تهدیدی به زندگی زنان در افغانستان متوجه نیست. هیچ زن در جنگ و چاپه‌ها نه خودش کشته می‌شود و نه عزیزانش را از دست می‌دهد. اکنون هیچ کس به عزت خانم افغان به نظر بد دیده نمی‌تواند و هیچ اولاد بیگناه کدام خانم افغان به زندان انداخته نشده است. ریچارد بنت روز دوشنبه 21 سامبله در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته بود با وجودی که تمام افغان‌ها در وضعیت دشوار قرار دارند، اما از عقب‌گرد خیره کننده زنان و دختران در زمینه‌های حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از زمان به قدرت رسیدن طالبان به شدت نگران است. این نخستین گزارش مفصل نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل بود که در نشست شورای حقوق بشر این نهاد ارائه می‌شد. در این گزارش آمده است در هیچ کشور دیگر زنان و دختران به این صورت از تمام عرصه‌های زندگی عمومی ناپدید نشده‌اند و در تمام جنبه‌های زندگیشان به این میزان از حقوق اساسی خود تنها به دلیل جنسیت محروم نشده‌اند. این یک موضوع مورد نگرانی برای تمام جهان است و اقدامات فوری برای حفاظت از نظام حقوق بشری لازم است. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین گفت عقب‌گرد در زمینه حقوق دختران و زنان پیگرد مخالفان و سرکوب آزادی بیان از سوی طالبان و پیمانه جریان داشته است که میتوان آن را خودکامگی تعبیر کرد. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید متاسفانه در گزارش مغرضانه سازمان ملل نه به پیشرفت‌های مثبت طالبان اشاره شده و نه از آن ستایش به عمل آمده است. آقای مجاهد از سازمان ملل خواسته است که به عقاید، نظریات و باورهای تمام انسان‌های جهان ارج بگذارند.
امیر عبدالحیان وزیر خارجه ایران بار دیگر بر ایجاد دولت همشمول با مشارکت سایر گروه‌های قومی در افغانستان از سوی طالبان تاکید کرد و آن را یک ضرورت اساسی خواند. وزیر امور خارجه ایران روز گذشته دوشنبه 21 سنبله در دیدار مجازی با همتای نیوزلندی خود نانایا ماهوتا بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده است. امیر عبدالحیان با اشاره به اینکه کشورش در حال حاضر میزبان 4.5 میلیون پناهجوی افغان است، خواهان حمایت از سوی جامعه جهانی شده است. نانایا ماهوتا وزیر امور خارجه نیوزلند در این دیدار تاکید کرده است که سیاست این کشور همچنان خواستار برقراری صلح در افغانستان است. این سخنان وزیران خارجه دو کشور در حالی است که با سپریشتن یک سال از حاکمیت طالبان در افغانستان آنان موفق به ایجاد یک دولت فراگیر نشدند، اما تاکید می‌کنند که کابینه‌شان همشمول است. ارمنستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که 49 سربازش در درگیری‌ها با نیروهای آذربایجان در امتداد مرز دو کشور کشته شده‌اند. ارمنستان می‌گوید نیروهای آذربایجان چندین شهر مرزی از جمله جرموک، گوریس و کاپورن را صبح سه‌شنبه گلوله باران کردند، اما آذربایجان می‌گوید که ارمنستان حمله کرده است. مقام‌های ارمنستان گفتند که به این حملات پاسخ داده است. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان آذربایجان را متهم به حمله به شهرهای مرزی این کشور کرد و گفت که آذربایجان نمیخواست بر سر ناگورنوی قره‌باغ مذاکره کند، از همین رو حمله کرده است. آذربایجان اما ارمنستان را به انجام فعالیت‌های اطلاعاتی و انتقال سلاح در امتداد مرز متهم کرده است. مقام‌های این کشور گفتند که موازی نظامی ارمنستان را هدف قرار داده‌اند. رسانه‌های آذربایجانی گزارش دادند که آتش بس بلافاصله پس از انجام حملات صبح روز سه‌شنبه شکسته شده است. آن سیمونیان رئیس مجلس نمایندگان ارمنستان روز سه‌شنبه گفت نیروهای مسلح آذربایجان به مرزهای شرقی و جنوب شرقی ارمنستان حمله کرده اند و از جامعه جهانی خواست تجاوز آذربایجان به تمامیت ارضی ارمنستان را محکوم کند.